مقامات تاجیکستان میگویند سازمان جهانی بهداشت هنوز آنها را درباره خروج بیماری زکام خوک در ایران آگاه نکرده است، ولی تدابیر برای جلوگیری از سرایت بیماری در تاجیکستان اندیشیده شده است. در مرکز بهداشتی و واگیرشناسی روز 10 دکبر به رادیو آزادی گفتند در فرودگاه دوشنبه که مسافران از ایران هم زیاد میآیند، ابزار لازم برای تشخیص بیماران احتمالی وجود دارد و در صورت عیان بودن علامت‌های بیماری در مسافر حتما آنها را تشخیص می‌کنند. مقامات ایران گفتند بر اثر خروج بیماری زکام خوک تاکنون 10 نفر در کشور هلاک شدند. صحبت امروز در همین باره است با پروانه وحیدمنی همکارم از رادیوی فردا. پروانه، بیماری زکام خوکی بیشتر در کدام مناطق ایران خروج کرده است و مقامات درباره تعداد قربانیان چی میگویند؟ این بیماری که در ایران به نام آنفولانزای خوکی یا ویروس H1N1 شناخته شده هستش، بیشتر در استانهای شرقی ایران، کرمان، سیستان و بلوچستان شناخته شده. ما یه تعدادی از کشته ها رو هم در استانهای دیگه داشتیم، ولی اکثر کشته ها در استان کرمان بودن. 33 نفر در کرمان کشته شدن، 5 نفر در سیستان و بلوچستان و تعدادی هم در استانهای دیگه که در کل 47 نفر تا الان جان باختند. بیماری از کجا به ایران آمده است؟ یا سرچشمه سرایت آن را معلوم کردند؟ این بیماری اونطور که پزشکان میگن همیشه وجود داره. جهش یک ویروس میتونه اون رو به شکل خطرناکی کنه که الان همین زکام خوکی یا آنفولانزای خوکی هستش. بعضی ها معتقدن از کشور افغانستان وارد شده، مسافران و مهاجران این رو وارد کشور کردن، ولی دقیقاً نمیشه مشخصش کرد و خود یک جهش ویروسی میتونه عامل شکل‌گیری این بیماری در هر نقطه‌ای از جهان باشه. آیا هشدارهای هم شده است که ممکن است بیماری در ایران باز هم دامن پهن کند؟ بله، وزیر بهداشت امروز گفته که ما در حال حاضر کنترل کردیم این بیماری رو و خطر رفع شده، وضعیت سفید هستش، ولی امکان ادامه این بیماری در سال جاری وجود داره و ممکنه در مناطق غربی ایران دوباره بیماری داشته باشیم. هشدار داده که بهداشت رو رعایت کنن، دستهاشون رو مردم بشورن، روبوسی نکنن و سعی کنن که تمام نکات بهداشتی رو رعایت کنن تا این بیماری ادامه پیدا نکنه. تشکر. پروانه وحیدمنی همکارم از رادیوی فردا صحبت می‌کرد.